اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. صدق الله مولانا العظیم و بلغ جنابه رسوله الکریم. عزیزان گرامی، دوستان نهایت عزیز، محاسن سفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال را سپاسگزار هستیم که یک بار دیگر به من و شما توفیق نصیب کرد که الحمدلله اینجا آمدیم و جمع شدیم و فریضه الله متعال را ادا کرده چند نصیحتی از کلام الله جل جلاله و از سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم گوش فرا می‌دهیم. الله متعال اجر بی پایان برای من و شما نصیب بگرداند. عزیزان گرامی، خیلی خوشحال هستم که در حضور نیک شما عزیزان قرار دارم و یک بار دیگر فرصت برایم نصیب شد که با شما باشم و چند حرف را داشته باشم. نظر به آیه مبارکه که الله متعال فرموده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، یک مطلب را برای شما به عرض می رسانم. این آیه مبارکه برای من و شما دو پیام را و خداوند متعال در این آیه ذکر میکنه. اولا این که خداوند جل جلاله می فرماید واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، یعنی شما الله متعال را پرستش بکنین و پروردگارتان را پرستش کنین و برای از او کسی دیگر را یا چیزی دیگر را شریک قرار ندین. و دومین پیام این آیه ای است که مرتبه پدر و مادر را، مرتبه و مقام والدین را برای امت مسلمان، برای هر مرد و زن و فرزند مسلمان، هر جوان مسلمان، مرتبه و مقام پدر و مادر را بیان میکنه خداوند متعال در این آیه، که بعد از بزرگی الله متعال که در این آیه ذکر گردیده، مقام پدر و مادر خیلی ارزشمند است و میگوید که و بالوالدین احسانا، به مادر و به پدرتان و به والدینتان شما نیکی بکنین. عزیزان گرامی، یک داستان را برایتان به عرض برسانم. در پاریس، شهر کفر که امروز کشور فرانسه، اکثرا کفار در آنجا هست. اگرچه مسلمان ها هم در آنجا حضور دارند، اما خیلی ها کفار هستند و مسیحی ها هستند در آنجا حضور دارند. یک پسر بچه می روه روزی از روزها به مدرسه یا به مسجدی از مسلمان ها، چون در آنجا که هست مسجد هم دارن، مسلمان ها جایی دارن که عبادت بکنن. پسر بچه فرانسوی از شهر پاریس می آید به مسجد مسلمان ها و می خواهد که در مسجد و در مدرسه ثبت نام بکنه. خودش کفر است، در قلب کفر است، در کشور کفر است، اما می آید در مسجد و در مدرسه مسلمان ها می خواهد که ثبت نام بکنه. ثبت نام بکنه تا درس و احکامات دین اسلام را آگاه شود و یاد بگیره. وقتی که این می آید به نزد مولا امام مسجد و مو خطیب مسجد و یا مو استادی که فرزندان مسلمان ها را اونجا درس میداد، او استاد تعجب میکنه، میگوید فرزندم، وقتی که میبینه از قیافه و از صورت و از تیپ و از کالا و لباسش میفهمه که این کافر است. میگوید فرزندم تو اینجا چه کار میکنی؟ میگوید من آمدم که به مدرسه شما ثبت نام بکنم و درس و احکامات دین شما را یاد بگیرم. خب طبق معمول مدارس ها یکی از ویژگی هایشانی است که برای ثبت نام باید یک شخصی از بزرگ خانواده باشه و اجازه بده، و این هم چون کافر بچه هست والدینش خبر داره نداره. استادش از این پرسان میکنه، میگه والدین تو خبر داره؟ چی کسی تو را سرپرستی میکنه؟ چی کسی از تو مواظبت میکنه؟ آیا خبر داره؟ پسر بچه جواب میده، میگه بله یا مادرم هست، سرپرست ما هست و مادرم در پشت در مسجد منتظر هست و شما را کار داره.
و با شما میخواه حرفی بزنه، کلامی بزنه. خب خطیب مسجد و یا استاد میره دست پسر بچه را گرفته میره به پیش مادرش، میگه خواهر عزیز سلام علیکم و تعارف میکنن. بعد از او پرسان میکنن که این فرزند تو، شما خو مسیحی هستین، شما خو به دین ما اصلا نیستین، به حساب مسلمان شما نیستین، چگونه شما آمدین در مسجد و میخواهین که به مدرسه مسلمان های فرزند ثبت نام شود؟ آیا این فرزند به دل خود آمده؟ مادرش میگه نه، این فرزند به دل خودش نامده. این فرزند را ما روان کردیم تا درس و احکامات دین شما را یاد بگیره. و امی مولای امام مسجد تعجب میکنه، میگه خواهر من میتونم سوال بکنم که به چی دلیل شما را روان کردین؟ باز مادر میگه وقتی که ما یک همسایه مسلمان داریم و این همسایه مسلمان، من وقتی در نماز عصر شما که آذان میدهین و آفتاب رو به غروب هست، در آن وقت میبینم که فرزندان این همسایه مسلمان وقتی به خانه میآید با پدر و مادرشان آنقدر رفتار نیک میکنه، آنقدر رفتار نیک میکنه که ما هم شیفته میشم و این احساس در وجود میآید که فرزندان کفار چرا این کار نمیکنن با مادرانشان. فرزندان مسلمان ها وقتی میآید دستهای پدر و مادر خود را میبوسه، با آنها معارفه و مصافحه میکنه و آنها را خیلی دوست داره، پدر و مادر خود را خیلی ارزش میده. اما در قلب کفر، در قانونهای کفر و در این کشورهایی که هستند، وقتی ما پدر و مادرشان جوان هستند، پدر و مادرشان وقتی جوان هستند عاید دارن، درآمد دارن و کاری میکنن و فرزند را بزرگ میکنن و پیش فرزند قدر دارن، اما وقتی که پیر شد او را میبرن به خانه سالمندا، به خانه سالمندا میبرن مانند یک آله‌ای که چند وقت از او استفاده بکنی و او یک بار مصرف شوه و او تاریخش تیر شوه و او را ببری در یک جای دیگه پرتی. این کفر و این مسیحی بودن ما این ارزش را به پدر و مادر نداده که شما برای شما مسلمان ها به پدر و مادر قدر ارزشمند هستین. با همین خاطر ما فرزند خود را میگه آوردم با پیش شما استاد گرامی و با پیش شما مولای امام مسجد امون مسلمان ها آوردم که احکامات دین را یاد بگیره، دین اسلام را یاد بگیره و تا باشد که در آینده به پدر و مادرش که ما هستم مادرش میگه و به پدرش خدمت بکنه و ما نمیخواهیم که در وقت بزرگسالی ما فرزند ما را ببره و خانه سالمندان بیاندازه. ما این کار را خوش ندارم. ما خوش دارم که فرزندم با ما با محبت رفتار بکنه و حرف نیک بزنه و مثل شما باره با ما را دوست داشته باشه و دستهای ما را بوسه بکنه. سبحان الله، صدقه ای دین شویم. چقدر دین ابو ارزش است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه 3 عمل در نزد الله متعال، 3 عمل بسیار محبوب است، بسیار پسندیده تر است که اگر او 3 عمل را ما شما انجام بدیم دوستی از دوستان خدا میشویم و خداوند جل جلاله ما و شما را دوست خود قرار میده و حتما وارد بهشت میشویم. او 3 عمل کدام هست دوستان عزیز؟ اول این که نماز را ادا بکنیم در وقتش. 5 وقت نماز میخوانیم، اگر در وقتش ادا بکنیم الله متعال میفرماید که بنده ایم چقدر با قانون و با فرامین و با گفتار ما که برایش نازل کردیم برایشان به توسط پیامبر صلی الله علیه و سلم برایشان فرستادیم، چقدر به فرامین من را وجا میکنه، چقدر دوست داره، چقدر عبادت و نزدیکی و ملاقات کردن با ما را میگه، چقدر پروردگار بنده مسلمان را میگه چقدر ای دوست داره که نماز خود را در وقتش ادا میکنه. به همین سبب هست که اگر ما و شما نماز را در وقتش ادا بکنیم محبوب پروردگار قرار میگیریم. دومین عمل کدام عمل است؟ دومین عمل ای است که خدمت پدر و مادر را بکنیم.
آنقدر ارزش داده دین اسلام، آنقدر به پدر و مادر ارزش داده که جایگاه پدر و مادر بعد از توحید و یکتاپرستی در قرآن کریم ذکر میشه. بعد از توحید و یکتاپرستی، بعد از بزرگ بودن پروردگار که در قرآن کریم میگه وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی شما الله متعال را پرستش بکنین و بعد از اون نمیگه که شما نماز بخوانین، شما روزه بگیرین، شما حج بکنین، شما دیگر کارها را انجام بدین. دومین کار که در قرآن کریم ذکر میشه، در این آیه مبارکه ذکر میشه، میگه و بالوالدین احسانا، با پدر و مادرتان نیکی بکنین. این پدر و مادر را جایگاهش خداوند جل جلاله اینقدر به ما و شما با ارزش و با اهمیت جلوه داده که من و شما او را باید از صدق دل محبت اونا را در دل ما بیاندازیم و اونا را خدمتش بکنیم. و خدمت پدر و مادر هم بی سود و بی فایده نیست که ما و شما خدمت پدر و مادر را بکنیم که کدام فایده ای نداشته باشه. پدر و مادر دو فرشته هست و دو گلی از گلهای بهشت است که با پیش من و شما توسط الله متعال یک تحفه وارد داده شده. چند روزی در این زندگی می آید و از من و تو مراقبت میکنه. از دوران کودکی که در شکم مادر هستیم، از آنجا تغذیه میکنیم و بعد از او که در دنیا می آییم، چقدر مادر ما و شما را دوست داره. از طوفان ما و شما را نگاه میکنه، از شمالک و باد ما و شما را نگاه میکنه، از خاک و از سنگ ما و شما را نگاه میکنه. اگر سرد باشه و در بیرون برف باشه، من و شما را مادر نگاه میکنه. اگر شکممان گرسنه باشه شکممان، و اگر لباس نداشته باشیم، پدر به ما و شما نان میاره، غذا میاره و لباس فراهم میکنه. تمام روز در خدمت کردن فرزند عمرشان سپری میشه، موهای سرشان را سفید میکنه تا تو فرزند بزرگ شوی و یگانه امیدش هم این است که برای خودت یک کاری بکنی، تو آینده خود را بسازی. هیچ توقعی هیچ پدر و مادر نداره از کسی، از فرزندانش این توقع را نداره که به او نیکی بکنه. اونا یک فرشته از سوی خدا هستند. فرزندی نیکو به پدر و مادر احترام داره و این فرشته خدا را اگر من و شما راضی بگردانیم، اگر پاس خدمتهایش بفهمیم، اگر به گپ اونها گوش بکنیم و اگر قدر و منزلت او را طبق گفته پروردگار ما و شما بجا بیاریم، خدای متعال چی میگه؟ رضایت ما میگه در رضایت پدر و مادر هست. اینا کار به دست خود من و شما هست، راه به پیش من و شما هست که ما به کدام راه می رویم. آیا به راهی می رویم که پدر و مادر از ما راضی میشه و به سبب راضی شدن پدر و مادر الله متعال از ما و شما راضی میشه، و یا به راهی می رویم که به مانند پسران کفری پدر و مادر را ناراض بکنیم و به سبب ناراضی پدر و مادر الله متعال از ما ناراض شوه و الله متعال از تمام عبادتی که ما و شما بکنیم، اگر پدر ما و شما ناراض باشه، اگر مادر ما و شما ناراض باشه، هیچ سودی بر ما و شما نداره، هیچ به بهشت رفته نمیتونیم. پدر و مادر مثل دروازه های بهشت هستند، مثل فرشته های از سوی پروردگار نازل شده به من و شما هستند. پس چی خوب است که قدر این دو گوهر نایاب را، این دو دانه قیمتی را، این دو فرشته پروردگار را بدانیم و محبتشان بکنیم، در دل خود جایگزین بکنیم، خدمتشان بکنیم تا هم پیامبر صلی الله علیه و سلم و هم پدر و مادر و هم پروردگار از ما و شما راضی شود و ما و شما مقام خود را، جایگاه خود را در بهشت تثبیت بکنیم. و صلی الله تبارک و تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.